اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. درس 21. حرفی روی تفخیم. حرفی رو چند قاعده دارد؟ دو تا. اول تفخیم، دوم ترقیق. در چند جای رو تفخیم خوانده میشد؟ در 6 جای رو تفخیم خوانده میشد. حرفی رو چند قاعده داشته است؟ دو قاعده. اول تفخیم یعنی غوص خواندن، دوم ترقیق یعنی باریک خواندن. در چند جای رو تفخیم خوانده میشد؟ در 6 جای رو تفخیم خوانده میشد. الان من از تجوید نو برای شما درست‌تر میفهمونم انشاءالله. تفخیم غوص خواندن یعنی با پوری دهان خواندن. ترقیق باریک خواندن یعنی با نوک زبان خواندن. حرفی را در 7 حالت تفخیم خوانده میشد. در اون تجوید کنه یعنی ما دیدیم در اونجا گذاشته شده بود که یعنی حرفی را در 6 جای یا 6 حالت مقصد تفخیم خوانده میشود. اما در این تجوید نو همون 6 حالت را 7 حالت کرده در اینجا گذاشتن. اول اگر حرفی را حرکت ضمه داشته باشد. اول اون وقتی که حرفی را حرکت ضمه یعنی حرکت پیش داشته باشد اون وقت را غوص خوانده می شود. قیشرون نصر الله. دوم اگر حرفی را حرکت فتحه داشته باشد. دوم وقتی که حرفی را حرکت فتحه یعنی زبر داشته باشد اون وقت را غوص خوانده می شود. ربک سراجا. سوم اگر پیش از حرف را ساکن دار حرکت ضمه آید. سوم اون وقتی که حرف را ساکن باشد پیش از حرف را حرفی باشد که حرکت ضمه داشته باشد یعنی حرکت پیش اون وقت را غوص خوانده می شود. القرآن حروف حتی زرتم. چهارم اگر پیش از حرف را ساکن دار حرکت فتحه آید. چهارم اون وقت که را ساکن باشد پیش از حرف را حرفی آید که حرکت فتحه یعنی حرکت زبر داشته باشد اون وقت را غوص خوانده می شود. برود الارض قریه. پنجم اگر پیش از حرف را ساکن دار همزه وصلیه با حرکت کسره عارضی آید. انشاءالله در درس‌های علاوه درباره همزه وصلیه من برای شما درست‌تر میفهمونم. اما الان من به شکل کوتاه برای شما درباره همزه وصلیه میفهمونم انشاءالله. در این بالا همین الف نگاه کنید یک علامت است. همین علامت این علامت همزه وصلیه است. دیدین؟ و همین علامت همزه وصلیه فقط در بالای حرف الف می آید. فقط همیشه در بالای حرف الف می آید. و همین همزه وصلیه فقط در اول کلمه می آید. یعنی نگاه کنید این همین کلمه است در اول کلمه. این دیگر کلمه است در اول کلمه. هیچ وقت در بین کلمه یا در آخر کلمه نمی آید. فقط همه وقت در اول کلمه می آید. پس کار همزه وصلیه چیست؟ از نامش معلوم است که یعنی همزه وصلیه یعنی کارش وصل کردن دو کلمه. یعنی دو کلمه را وقتی وصل میکند کار همین همزه وصلیه است. در اینجا نگاه کنید مثال. در اینجا صراط المستقیم صراط المستقیم. در همینجا اگر نگاه کنید صراط المستقیم طل یعنی همین طا و همین لام ساکن مقصد میچسبه. همین را کی وصل میکند؟ همین همزه وصلیه. مثال وقتی که اینها را ما وصل میکنیم چی میشود؟ همین همزه وصلیه حرکتش رو به همین ما قبلش میدید یعنی پیش از خودش کدام حرفی هست. مثال در این کلمه آخری حرفش چیست؟ حرف طا. پیش از حرف همزه وصلیه همین حرف طا است. پس وقتی که این دو کلمه را همزه وصلیه وصل میکند همزه وصلیه حرکتش رو به همین ما قبلش میدید. برای اینکه اگر مثال این همزه وصلیه اگر به ما قبلش حرکتش رو ندید اون وقت مقصد خود همزه وصلیه با حرکت خوانده میشد و این ساکن میشد. صراط المستقیم. در اینجا نگاه کنید اگر در اینجا ما بیستیم اون وقت همزه وصلیه حرکتش را از این تا میگیرد. نگاه کنید چقدر میشود. صراط المستقیم المستقیم. دیدین وقتی که ما وصل میکنیم این حرکتش رو به این میدید. وقتی که در اینجا ما وقف میکنیم پس همزه وصلیه از این حرکتش رو میگیرد. صراط المستقیم المستقیم. پس در اینجا نگاه کنید پنجم حالت
اگر پیش از حرف را ساکندار همزه وصله با حرکت کسره عارضی آید. در اینجا نگاه کنین، این در اینجا دو حالت را گذاشتم. یعنی اول نگاه کنین این یک کلمه، این دیگر کلمه. اینجا همزه وصله این دو کلمه را وصل کرد. دیدین؟ یعنی حرکتش را به مقابلش داد. البته حرکت کسره یعنی حرکت زیر، کسره یعنی زیر، برای اینکه در اینجا درباره کسره عارضی ما گفتیم که مثال درباره ساکن عارض ما گذاشتیم که اول نیست بعدن است. پس حرکت هم میخواد از حرکت عارضی اول نیست بعدن است. اینا نگاه کنین، بعدن اول نیست بعدن می آید. معذرت میخوام. در اینجا نگاه کنین، همزه وصله اگر وصل کند حرکتش رو به مقابلش میدهد. دیدین؟ اما وقتی که همزه وصله مثال حرکتش رو ندهد، اون وقت چی میشود؟ حرکتش پیدا میشود، یعنی با حرکت خودش خوانده میشود. اما وقتی که وصل میکند کلمه را حرکتش رو به دیگر کس با دیگر حرف میدهد، معذرت میخوام، اون وقت همین الف همزه وصله خوانده نمیشود. پس برای همین در اینجا کسره عارضی میگویم. عارضی که مثال در این حالت نگاه کنید نیست، اما در این حالت هست. در این حالت که حرکتش رو داد به مقابلش در اینجا نیست. در اینجا که باشد حرکتش رو پس گرفت در اینجا هست. نگاه کنید اگر همزه وصله حرکت زیرش رو به مقابلش داد و با همین حرکت زیر ما بر را وصل کردیم مثال، اون وقت را غوث خوانده می شود. این حالت اول. حالت دوم اون وقت که همین همزه وصلیه وقتی که حرکتش رو گرفت، البته درباره حرکت زیرش است. پس در این حالت هم را غوث خوانده می شود. مثال امیرتابو امیرتابو. در اینجا همزه وصله حرکت زیرش رو داد به این مقابلش، یعنی در اینجا در حرف میم. پس در وقت وصلش چی میشد؟ را غوث خوانده میشد و در اینجا همزه وصله با حرکت زیرش رو از این گرفت و با حرکت زیر خودش در اینجا خوانده شد و در این حالت هم را غوث خوانده میشود. لیمن ارتضا لیمن ارتضا لیمن ارتضا. یعنی اگر پیش از حرف را ساکندار همزه وصله با حرکت کسره عارضی آید، اون وقت را غوث خوانده میشود. این در حالت وصل و این در حالت عادی. خب ششم، اگر پیش از حرف را ساکندار حرکت کسره آمده بعد از آنها حرف استعلا در یک کلمه باشد. در اینجا میگه که ششم که را ساکن باشد، پیش از حرف را حرفی آید که حرکت کسره یعنی زیر داشته باشد و بعد از را ساکن حرف استعلا آید و مقصد هر دوش در یک کلمه، مقصد اون وقت را غوث خوانده می شود. قرطاس فرقه ارصاد مرصاد لبیل مرصاد. دیدین؟ یعنی را ساکن پیش از حرف را حرفی است که حرکت زیر دارد و بعد از حرف را حرف استعلا است و هر دوش در یک کلمه در اینجا را غوث خوانده می شود. هفتم، اگر پیش از حرف را ساکندار حرکت ساکن آمده پیش از هر دو ساکن حرکت فتحه یا ضمه آید. در اینجا سکون نوشته شدگی است، اما من ساکن گفتم. سکون و ساکن هر دوش یک چیز است. در اینجا میگه که هفتم که را ساکن باشد، پیش از حرف را حرفی باشد که او هم ساکن باشد و پیش از این دو حرف های ساکندار حرفی باشد که یا حرکت فتحه یا حرکت ضمه، یعنی یا حرکت زبر یا حرکت پیش داشته باشد، اون وقت را غوث خوانده می شود. والعصر الحشر خسر حور. یعنی دو حرف ساکندار یعنی را ساکن پیش از حرف را او هم ساکن و پیش از این دو حرف ساکندار ها حرف یعنی حرفی است که حرکت پیش دارد، در اینجا را غوث خوانده می شود و در اینجا را ساکن پیش از حرفی است که او هم ساکن و پیش از هر دو این حرفای ساکندار حرفی چی است؟ حرفی است که حرکتی زبر دارد، در اینجا هم را غوث خوانده می شود. و یک چیزی که برای شما فهمونم، در اینجا نگاه کنین را با الف آمد و را حرکت زبر دارد. در اینجا ما پره خوانیم، یعنی مثل استعلا سراج. برای چی؟ حرف را حرف استعلا نیست، اما وقتی که حرف را با حرف الف آمد و را حرکت زبر داشت، اون وقت حکم را حکم استعلا می شود که باید پره خوانده شود، یعنی سراج. اگر مثال ما استفاله خوریم خیلی می شود سراج سراج. اما وقتی که حرف را
با حرف الف یک جا آمد و حرف را حرکت زبر داشت، آن وقت را غوث خوانده می شود و حکم را حکم استعلا می شود. حرف استعلا نمی شود بلکه حکمش حکم استعلا می شود که ما باید پره خوانیمش، یعنی سراج. انشالله امیدوارم که درس را فهمیده باشید. جزاک الله خیرا و بارک الله فیکم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.